کنیزکه کاوگم کنیزکه کاوگم نری بره ماوگم. آرامان یکی از قطب‌های گردشگری کردستان و مقصد گردشگران داخلی و خارجیه. مردم میهمان نواز این دیار از هیچ کوششی برای میزبانی از میهمانان دریغ نمی‌کنند. از صنایع دستی بومی منطقه گرفته تا خشکبار و انواع غذاهای محلی. از تمام عزیزانی که قصد سفر و گردشگری رو دارن دعوت می‌کنم به منطقه ما کردستان و به ویژه هورامان تشریف بیارن. دعوت می‌کنم به منطقه هورامان تشریف بیارن. فصل بهار سرسبز و زیباست. هچکی دستید بیاسن عیدسی لره دازه که او پیدا ابی و هیا. در چند سال اخیر کمبود زیرساخت‌های اسکان و پذیرایی مردم منطقه را بر اون داشت تا خود برای ساخت اقامتگاه و هتل‌های مجلل دست به کار شند، اون هم با استفاده از مصالح بومی منطقه. در زمانهای تعطیلات موقعی که به آرامان مراجعه می‌کردن ازدحام زیادی رو مشاهده می‌کردن و مسافرین که معطل می‌موندن. به همین دلیل خودم و یکی از برادرانم در واقع دعوت کردم که سرمایه‌گذاری انجام بدیم که بخشی از این کمبود رو جبران کنیم. شکر خدا در عرض 2-3 سال گذشته هتل ایجاد شد با 20 میلیارد سرمایه. این اماکن ضمن رونق گردشگری رضایت گردشگران رو هم به دنبال داشته. Hi, it's Silvana from Chile, Latin America. I wanted to invite you to stay in this hotel. The rooms are very comfy. The restaurant is very high quality. They have local food but very well done. من از شهرستان پا اومدم از استان کرمانشاه به منطقه اورامنتخت شهر اورامنتخت. وجود چندین هتل در منطقه خیال مسافران و گردشگران رو برای سفر به هورامان زیبا هم راحت کرده. ما در شهرستان سروآباد تعداد 4 هتل و 17 اقامتگاه بومگردی و گردشگری در نظر گرفتیم. همچنین بیش از 400 خانه مسافر جهت ایام نوروز آماده اسکان و خدمات رسانی به مسافران عزیز و گردشگران می باشد.